مرا از قفس آزاد کنیم بابا جو. گیلا بیا اینجی. بیا اینجی. کی؟ بیا اینجی میگو. نمیشنوی؟ همینجی نگاه بابا، همینجی تا به اونجی چی فرق میکنه؟ بله. میگو بیا خزمیری آه ترمز چای ور میدنی میاد که سرمان 5 من بیانه باسه در بیشه. مال سر شما که 2 منی مو داره. 2 منی من گوشتایل بگیری. نه که حالی بری با نمازدگر بیای. ایت زدن به تو بکن که 30 سیر به قرآن قش کشی. بفهمیدی؟ 30 سیر به قرآن. آه وقت دیگه دلم برق بری میری میای. خو اینا رو عمه ما ببره، 5000 کی ببره؟ خود چای این پیره ببره. تا کوبا برو چای برو. آه بده. سبز چای سبز بیار برو. سبزیا چیه دیگه؟ چای سبزی برده بیا یک ترمزی. سبزیا. بابا شما نگفتین که به من چیز سیاه سبز نمیخورم، خون دماغ میشم. چای سیاه که بخورم خون دماغ میشم. آه عقل بخوری دیگه برو دیگه. شما بابا اگه دو غم بخوری جد برو که پیاز من فرق سرت میدم. برو دیگه اصلا من خراب نکن دیگه. بابا بله سلام علیکم لولو. یارن خوبه؟ شوکو شما مماید گل کدوم مماید گل نشناختم لولو؟ همین که پیازار خریدیم از ما. خوب یعنی نکنم پیازار. چرا نکنم لولو؟ من 10 روز میشه پیازار بکنم آماده توی بطه تو رو کجا کنم نکنم. بابا بیا یعنی چای آوردم. یادا که بسارم ادی میگو تو هدوینجی برفتی به سارا رفتی آخرم یک پیالی آوردی. باشه سگونم داغه. حالا تو بغضر اقلا نشالیدی مشالیدم تو چیکار کردی؟ خب من بابا کسو به هفته و سرخ پیاز زیاد میکنم. میگم تو هدوینجی برفتی به سارا تو ری کردم برای ترمز چای. هدوینجی بیا میدی یک پیالی آوردی. خودت خبره که 5-6 تا کارگر داریم. با خدا بابا دل ما با شما بسوخید. دل ما با شما بسوخید. این تنه تو چکار کنو؟ ما گفتم اگه من پیاله ببرم اینا میان قرار که دیگه بلوک بفخور اینجا میشینن چای میخورم. بابا جان اینا مسلمانای کار میکنن کافر کنی هم بذار دستمه. نه خدا نکنه اون جوتا و کله سولار روشنه. گیلگ اصلا من خراب نکن که میکشم تو رو با. من بیام به پیار خواهم دلسوزی کنم. چه دلسوزی میکنی؟ خاک من دلسوزی تو همین تا دلسوزی میکنی که باز اینجا برفتی یک پیاله آوردی ترمز است. خدا بابا این دفعه من برات نون ری کنیم نیه از 60 نفر نون میارم یا برات چای ری کنیم. آره ما بگم دیگه من میگم کدش لما تو کدش من نه نمیگه یک هفته میشه همین دیشب اوشه بوده که اونا بحث کردن خلاص شد.
آخ تو چرا کار میکنی؟ تا به کی با تو بگم؟ ایتانی تو چگار شده؟ فقط رزینی دوزار میمونه. اما در عقل نداری؟ مال خودم چای خودم پیازار بخورم یا می کلوخار بخورم. خود دشمن نباشه گناه منه. دشمن نداره نگه. حالا من تو زن کتی چی بگم؟ تو همین دیگه همین گله که من ری کدوم برات چای خودتان خبر که من 5-6 تا کارگر دارم. یک ترمز خود یک پیاله ری میکنی، دشلمم تو ری نمیکنی. ترمز ری که دیگه من اینجا خجالت بکشی که فقط ترمز سگ دیونه گرفته. نه شما نگو. پس خیلی کنی که من گپ زنم. نه شما نگو که ما یک هفته میشه دشمن نداره. پیار باید یک سر سل. گپ بمروز نون تا میزنم ولی خود تو هم فکر کنم 4 تا دشلمم نبیدک باید همسایه میستین دیگه هم خونه نداشتی. هم پول نبود بام خونه که هم دارم بام دکون ری میکردم در پدشلمه میستین ری میکردی بام. چوب کنیم بابا کشای پیاز ها بیامد بابا. حالا من خودم چی مرگه بخورم؟ پیاز بخورم کلوخ بخورم. گله کمت اصلا من خراب نکن دیگه بیشتر. بابا بیامد بعد مرته که بیامد. سلام علیکم مونده نباشین. سلام محمد گل خوبه؟ خوبیم خیریت. بفرمایید. سلام خیریت. تو خوبی کاکا جان؟ شکر فضل خدا. دست بده ماما کجایی تو؟ خیلی جنگله. گوش ببر پیازا را. خب چی گپوه؟ چرا خوشحال هستی؟ شکر فضل خدا. خدا شکر سلامت باشه. گوش کنی خوره. از سیزن خیاطی مدر به تستره. تستن با خدا گوش کنه. خب کاکا جان چی گپوه؟ قراری آنی تو کارکارو دیگه کسا پیازاشون میکنم. خلاص شده. او سپال دیگه بمونده. این 2 پاله بکنده. سه کنی کاکا جان. بله. همین 2 پاله که ما شما پول پیش دادم. بله. با موقع ماده که خود شما فیصله کردین که ما اینا رو ببرم از شما. خب. صحیح؟ خب. الان کاکا جان بازار افتاده. خب. بازار تا افتاده. خب. به این قیمت اینا رو نمون کاکا جیگر. من چی خدمت کنم؟ خدمت اینو دیگه همین جنسه که شما کنده میبرم یک کار دیگه شما نمایم. بازار افتاده کاکا جان. مبارک باشه. عجب گپا میزنی. چرا؟ کاکا خوبه که 10 نفر تال خریدار اومدن این پیازا رو نفروختن با واسطه شما. حال شما بیامده که بازار تا افتاده بلا جون میگه تا افتاده چی کار دارم؟ از ما بیونه گرفتم پیار خوبه کردم. پیار با خوب بالا هم نداره با خدا شما مملکت هم بالای وجود بیاره. این گپای نیه من نمیفهم کاکا. همین 5 جریب پیاز هم شما پول بیونه دادم. بله. صحیح؟ الان از این 5 جریب 2 جریب کنه یک جریب ما اول بردم یک جریب اونو اکسترا بار میکنم میبرم. او 3 جریب دیگه شما کاکا جیگر که سپال میشه اونا رو ما به این قیمت نمایم. دیگه چی خدمت چون به این قیمت به من نمیصرفه بازار افتاده بابا جان. من کجا میتونم پر کنم؟ به خاک که افتاده. گناه چیه؟ اگه من 200 روپیه بدم خوب خوشحال میشی. من 200 روپیه بود. میگم خیلی خوشوقت میشی نمیشی؟ آله کاکا جان بازار افتاده پیارمه. من کار ندارم. من 5 روپیه زمین رو 10 نفر خریدار اومد من ندادم درست. بالاخره با واسطه شما که لبز لسان کردم خود شما که بیونه گرفتم از تو من پیازار به کس نفروختم کاکا. حالا کن کاکا جیگر چیزی که به نخر بازار باشه. من کار ندارم. به نخر بازار میدی ما نمیدی نه. چند ما با 80 روپیه دادم چند به شما یک من علف میدم. با 80 روپیه کاکا جان بده رال پیاز من 45 روپیه شده. خدا کن که من 10 روپیه شه. من چی کار دارم پیاز خوب کردم. کاکا جیگر نمون بازار کنم. این گپا نیه. میگم من می جنس کانال بار کنه کاکا حسابا شما خلاص میکنم دیگه یک دونه نمون به ما هم نخره بازار ما این یک دونه که به زمین بمونه مگم پیلار همه فیلم بله اوه بخی خیلی وقت به این گپونیه فیلم همین تو من 80 روپیه بعدم فیلم بشمور بدی کاکا جان من پول ندارم بیایم شما چه کاره پول ندارم گپ کم کاکا اینجا سعی کنین کاکا جان احترام شما دارم احترام چی احترام نداری تو خود کلنگتی خود بیا بدی جگا خود بیا نمیدی من ما دارم میسن خود فلک تو نمیتونی گپ کم چی میگی تو بخون تو چی میگم عبرت کردی خور چی میگی تو بخون عبرت کردی
چی میگی ماما؟ بیار من میزنی من با سختلی من بیچایا بابا 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 بچه بابا نه تو وقت بابا میچوی ها بابا بابا جو من بالیو بند دو که بفهمی گپ کجا قرار میگیره تو صبر کن عرستم تو میگیرم چلاخ کرده من بابا چلاخ کیف کرد این تو زدن رو نکردم که دیگه بابا. زندگی میگن بابا جان با چی گپه که سای موتر سای پیازا پیش موترم پشت خو بالا کشته میگه سکو پیاره برورد چغز مر بسده کیف کرد شلاق بزدن درخت بزدن دل نمو که لاد بخور چرا خود چی گپه خو بسونا کو پیاز فروختین از امرو میرسه گپ زور میده که بیا از مرد غیرت داریم پول بستونه من پیازا بفروختم میشه پول استونه میتونه بستونو میفهمی چی میگه عباس میفهمی چی چی میگه میگه؟ بیا آمده که ماما اینجا پیازا حال بازارا به زمین خورده حال من چری پی شده شما به من گره من چری پی حساب کنیم پیار من میگم ما اینا رو تو به 10 روز پیش بفروختیم بیونه دادی یک موتر بار کردی ببردی یک موتر دیگه ما پل وقت بچیندیم سپل دیگه بمونده من نمایم شما مردیم بیایم از ما بستونیم چوب کو تو بابا خامو بیچاره هم راست میگه خب پیازا میبینه که ارزون شده یا کم شما مراحت کن یا کم او هم مراحت کنه بابا جان نو گپ پولی تو من نگو که راست گپ میگی زور شما. زد که من از من گفتم که خود من نخوام بالا دی بخ بله دی بخ نکردی میزنی گیلا که از این درخت یک شاخی نشکستن شروع کردم شنایو همین تو زد که خوب کیف کرد دیگه بابا بابا میرم اون میارم خوبه میگم خیره بیا خود پیار مشتی کنین کم شما مراحت کنین کم اینا مراحت نکنه گیلا ایو. چی میگه عباس کی چی میگه عباس میگه کم مراد کنیم مزو اشته مراد کن چی رقم مراد کنم من نمیفهم بابا پیازا رو برفشیدیم او چی میفهم بریم بابا خود شما خودن کلون میفهم شما از او کلون ترین وقت ها ایده فرشی میکنه نه 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 گپ راز چی بگم جنگل برو بگو بیا که پیادا تو مراد میکنه مراد کنه ها برو با نه که خود جنگ کنی بگو بیا بابا تو کار داره نه دیگه جنگ به کار نیه وقت معذرت میخوان لالا خواهش میکنم کجا ما شما معذرت میخوام جا کلمون جا پیار منه هر چی بگم سر چه پاترم بدونم جلوی شما استادگی نمیکنه ولی یک چیزی هست خود شما فهم شرایط فعلا همینه راست این بازار نسبت تفاوت کرده کوکو جیگر حال ما چیکار کنیم کوکو جیگر شما نال خود شما به چی را استادیم چی رقم استادیم خودمون حالا من یک کار میگم که بالاخره شما خیلی زما کار ما خود شخصا تئونی هستم کلا من تئونیو خب حالا یک کار باشه که بالاخره حداقل می تاون یک چیز کمتر شه شما کنار بکاشتیم دیگه بالاخره خب مگر شما یک چیز مراد مار بکنی خب چی رقم مراد کن حالا این من چری به تفاوت میکنه حالا من نمیگم شما من چری پر رو میل کنی خب من 20 روپیه و شما من 20 روپیه رو میل کنی یعنی خوب گیر لگه میته گناه داره بابا ما که زمینا خور بکشتیم گناه داره مسکین هم گذر زدن تو مثل گوری به رسم میگیشی ببخشید دیگه البته شما مر بزنیم بخشش باشه دیگه مدام مثلا یه گپی نه بهم نیم شما نیم ما دیگه به 60 یعنی 60 آره، باشه کلا 60 صحیح کلا خیر باشه خدا مهربانه مشکل نداره بلکه خدا پاک یک لطفی بکنه که بازار یک تکونه بخوره خدا بزرگه بابا با شرطی بگین که اون موتر نه اینا نه با فهمیدون دیگه همین سپل بفهمیم سپر ماما دیگه. سپل دیگه صحیح مشکل نداره روی کاری که اول بردم خیره باشه آه. این کار اگر خود شما متل بابا اینا رو هم حساب کنین گناه داره ها؟ اینا رو هم گناه داره نه ما دیگه اینا که بکنده ما باور کنین کوکو خیلی به خودم متونی سکو من میفهم کوکو هم دیگه اول موتر اول که بردم چه این موتر کار بار میکنم این موتر خودم می کار یک لختی حساب کنیم هم 60 روپیه از 100 بابا برین گناه داره مسکینی یکن کنده داره به در شاشم زایب 10 تا بزن بخانه باشه شما سه کنین که مال امیت زره امی واسکات برم امیت پاره کردیم میگم برم از زره به خو واسکات راست بخوام میگی. این پول 20 من پیاز شد آنه مرکش که دن زیر بغل مسکو فقط میگی در کارم سرایه
خیر باشه کوکو جان بازم به هر حال حالا شما چی میگی؟ حالا اینا رو هم 60 سال کن بریم. حالا کوکو جان سعی کنیم به خودمون بابا دست خیر خود بدیم. برین خدا خیر خدا با شما بدین گنج شما کنه. کوکو جان برو خدا برین خدا پاک گنج گردونه برای شما پولا